هر باری که نام مادر رو میگیرم باور کنید بدنم به لرزه میآید که زیرا یک نام بزرگ است. در وصف او سراییدن، در وصف او ایجاد کردن، حتی انتخاب متن رو با یک ترس و با یک وهم زیادی من انتخاب میکنم که زیرا یک جمله، یک سخنی ناجایی در وصف مادر نباشد، یک سخنی بزرگی باشد که حتی این ترانه ها، حتی این سخن ها چیزی که برای مادر کم است. زیرا هستی و معنای زندگی ما همین است. و گفته میتونم که در زندگی من مادر از همه نقش اساسی بازی میکند. از دوست و از برادر و از هستی زندگی بالاتر برای من مادر است. شما تصور کنید مادرتان شما تماشا میکند، در تلویزیون میبیند و اولین سخن شما چی میشد؟ شاید من فرارسی بهاره به خاطر روز مادر اینقدر دوست دارم احسان جان و با پای همین رسالت کسبی هم شاید مادرای تاجیکستان مبارکباد میگویم و شاید به مبارکبادی مادرم اندک به تأخیر میروم، لیکن هر بار که توسط تلویزیون برنامه خود منظور میکنم مرادم همون چشمان رهپای مادرم است و همین محبت مادرم است که مادرای دنیای دوست میدارم. و باور میکنید احسان جان امروز مادرم در شفاگاه است و آرزو میکنم که خداوند به مادر من و به مادران دنیا سلامتی عطا کند. مادر جانم خدا عمرت دهد، زنده باشی بر سر شوریده‌ام، گر تو بندی رخت آن ساعت مباد، با تو میمیرم برابر مادرم. روز عیدت مبارک، تو رو دوست میدارم مادر جان. همین سخن رو بار در رو برایش گفته بود چه من تو را دوست میدارم؟ شاید هر روز میخواهم گفتم. اصلا مشکل است گفتن که چه من تو را دوست میدارم. برای عزیزترین انسان شاید حرفی دلت گفته نتوانی و هر لحظه که میخواهی شاید نگویی، لیکن زنده بودن ما، هستی ما، محبت ما ریشه ها در دل پاک مادر دارد. دوستشان میداریم. مادر جان عیدت مبارک. من هم وقت کوشش میکنم که اوچه من شما رو دوست میدارم، شما اما بین 8 نفر اما که بسیار دوست میدارید. بعد من فقط میخواهم گویم که مرا گویم، لیکن میگم که بچه‌ام فرزند همه شیرین است. بعد بسیار وقت میگم که کدامشه که دردمند باشد تا صحت شده نه، در دور باشد مسافر باشد تا آمده نه. البته گفتم که دوستش میدارم. البته برای چی نه؟ من میدونید شاید کم فرزندان به همین دولت مثلا صاحب شده باشد که مادرشان گفتن که من تو را دوست میدارم، اما اظهار محبت حاضر قید کردن فقط زبان نیست. وقتی که طفل از مادر شیر اولین بار شیر می نوشد و یک تبسم میکند، این تشکر است و اظهار دوست میدارم یکمین نظری به محبت کودک طرف مادر است. فهمید؟ مثلا محبت اصلا زبان نداره. من مادر جانی خودم رو خیلی سخت دوست می‌دارم. من خود پیروی کسب مادرم هستم، برای آنکه مادری من هم دکتری امراض زنانه میباشند. گفتید همین سخن؟ البته. همین سخن گفتید؟ البته. من در این مدت زندگی تا حال روبرو چشم به چشم نگفتم که من شما رو دوست می‌دارم. نمیدونم عمل‌های من، کارهای من شاید نشان میداد که من مادرم رو دوست میدارم، یعنی لیکن من تا حال نگفتم که من شما رو دوست میدارم و این سخن مشکل است از یک جهت آن که میدانم نفرانی که هزارها مرتبه گفتند که مادر من تو رو دوست میدارم، لیکن هزارها مرتبه مادر رو رنجاندند. به اندیشه من یک عمل ما، یک خنده ما، یک تبسم ما و حتی یک توجه ما بس است که مادر خرسند باشد، بس است که مادر
اقرار شود که فرزندم مرا دوست می‌دارد. هر باری که من راستی گپ وقتی که کارم بسیارتر می شود 2 هفته یا که 1 ماه به من میروم در همون مادر خبرگیری پدر و مادر خبرگیری. البته وقتی که من وا میخونم وقتی که من میرم به نظرشون یکمین کلمه من السلام علیکم مادر جان من راستش شما یاد کردم و فقط وقت نبود که بیام بر وقتتر بیام نزد شما با لیکن شما میدونید که من شما ناز میبینم یاد میکنم گفته همه وقت بعد از سلام انا همین گپای من همه وقت است احسان جان نه تنها با تلفن وقتی که روبرو میشوم البته این کلمه ها هست در من. از سببی که من در شهر خوجند زندگی میکنم مادرم در دهات زندگی میکنه در ناحیه جبار سلوک راستی که ما بسیارتر با تلفنی صحبت میکنیم. لیکن روبرو نگفته دیگه. روبرو باره با مادر گفتید در روبرویش گفتید که مادر من تو رو دوست میدارم. راستی گپ در صحنه ها گفتم در برنامه کنسرتی گفتم لیکن در روبرو نتونستم گفتم باری هم نگفتم چون که بسیار دشوار است. شرمه داشت. احساسی بلند است این توانستن در کور گفتم لیکن بسیار محبتی بلند است. این لحظه میتونید گوید که مادر من تو رو دوست میدارم. البته مادر جان من تو رو یاد کردم همین مادرم شما دوست میدارم. من بسیارتر مادرم رو بسیارتر از در آهنگ هام در کارم وقتی که من یک بار وقتی کار میکنم یک بار مادرم رو دعای مادرم رو میگیرم همون روز که من سحر بگی روز که اگر من هر صبح اگر دعای مادرم رو گیرم همون روز کاری من پربرار میشه. حاضر میگویم اما خیلی افسوس میخورم که در جوانی هم در وقتهایی که من دانشجو بودم تا دیروز من همین حرف نمیگفتم و من باوری دارم که بسیاری ها ما نمیگویم نمیدانم شاید مشکل باشد یا باید همین اندازه طغیانی که می شود همین برآوردن مثلا گرین خیلی دشوار باید باشد اما من شرم داشتم برای بگم که من شما رو دوست می‌دارم یا که من شما رو یاد کردم و خصوص من شما رو یاد کردم گفتم برای من خیلی وزنین بود و اما امروز من هر صبح میگم که من شما رو دوست می‌دارم و من شما رو یاد کردم برای چی؟ برای اینکه من درک نمیدم که چقدر این چیز برای مادر مهم است برای که خودم همین چیز شنیدن میخواهم از فرزندهایم و فکر میکنم که واقعا هم تا همین روز من همین گفته نمیگفتم پس مادر من هم همین چیز انتظار بود یعنی در خودم تجربه کردم. آچه جان من تو رو دوست میدارم مادر جان و جان من تو رو دوست میدارم تو هستی که من در این دنیا هستم.